خب خدمت دوست عزیزمون هستیم و کلاینت محترممون لطف کردن تشریف آوردن آفیس ما برای بازدید و چقدر خوشحالم میبینمتون. متشکرم، سپاسگزارم. خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. و من از شما سپاسگزارم به خاطر بیزنستون و به خاطر اعتمادتون، برای اینکه اعتماد مهمترین چیزه در حوزه بیزنس ما. قبول دارین؟ بله اعتماد. سپاسگزارم. تراست و اعتماد. نظرتون چیه راجع به سرویس ما؟ چطور؟ والا از نظر من خیلی عالی بود. در تمام مراحل شما یار و یاور ما بودی، هیچ وقت ما رو رها نکردی. چیز مهمی که برای من بود این بود که شما خیلی قدرتمند و با صلابت از کلاینتت مراقبت میکنی و محافظت میکنی، پشتش هستی. اون کلاینت حس خوبی داره، میگه پشتم قرصه، کارم انجام میشه به نحو احسن، کارم انجام میشه و راضیه. من میره با خیال راحت میره به کارهای دیگهش میرسه، دیگه فکر و دغدغه اینو نداره که حالا اینو بپرسم، حالا این چی میشه، حالا اون چی میشه. شما خوب در تمام مراحل یار و یاور کلاینتت هستی، پرقدرت و محکم. چقدر لذت بردم از نگاه روشن و زیبای شما و چقدر سپاسگزارم از محبت که دارید. خواهش میکنم. بازم ازتون تشکر میکنم. اختیار دارید. سپاس بسیار. حقیقت.